طوری که شما به اشتراک در پروگرام ویک ادامه می دهید، این مهم است که از تاریخ و زمان قرار ملاقات بعدی تان آگاه باشید. در جریان بازدید فعلی ویک شما، کارمندان کلینیک در مورد تاریخ و زمان ملاقات بعدی شما و اینکه چه نوع ملاقات خواهد بود به شما اطلاع خواهند داد. آنها یک کارت یادآوری را به شما فراهم خواهند کرد که به شما کمک خواهد کرد تا به یاد داشته باشید که دوباره چه زمان برگردید. تاریخ را در تقویمتان نشانی کنید یا یک یادآوری را در تلفنتان تنظیم کنید تا مطمئن شوید که قرار ملاقات بعدی تان را از دست ندهید. در روز اولین ملاقات تان مطمئن شوید که به موقع برسید. این به شما اجازه می‌دهد تا از وقت خود با کارمندان ویک بیشترین استفاده را ببرید و از تأخیرهای غیر ضروری جلوگیری کنید. مواجه شرایط بودن برای پروگرام ویک برای یک دوره مشخص معمولا 6 ماه تا 1 سال تعیین می‌گردد. قبل از پایان این دوره شما باید در یک ملاقات تصدیق مجدد ویک اشتراک کنید. در جریان این قرار ملاقات کارمندان ویک واجد شرایط بودن و خطر شما را بررسی خواهند کرد تا تشخیص دهند که آیا شما هنوز هم برای ویک واجد شرایط هستید یا خیر. بعد مزایای شما دوباره اپدیت خواهد شد. در کلینیک شما پروسه ثبت نام را انجام خواهید داد. شما فرصت ملاقات با یک متخصص تغذیه یا نرس ویک خواهید داشت. بعد از تکمیل شدن قرار ملاقات شما به چک اوت خواهید رفت، جایی که یک کارمند مزایای غذایی را به کارت ویک شما صادر می کند و یک لیست مزایای جدید را چاپ می کند که مواد غذایی واجد شرایط را برای 3 ماه آینده برای خانواده شما مشخص می کند. اگر شما در بین دوره های تصدیق مجدد هستید، شما نیاز دارید تا تماس ها آموزش تغذیه را پیگیری و در 3 ماه و 9 ماه تکمیل کنید که می تواند از طریق تلفن تکمیل گردد. در روز ملاقات پیگیری شما یک متخصص تغذیه ویک یا نرس با شماره که کلینیک ویک در فایل دارد تماس خواهد گرفت تا ملاقات شما را تکمیل کند. بعد از تماس تلفنی شما یک کارت قرار ملاقات را از طریق پست با قرار ملاقات بعدی تان و هر اسناد دیگر مورد نیاز تان دریافت خواهید کرد. اگر شما به نشان 6 ماه دوره 1 ساله تصدیق مجدد تان رسیده اید، شما نیاز دارید تا چیزی را که ارزیابی صحت گواهینامه متوسط نامیده می شود که یک بازدید حضوری به کلینیک است تکمیل کنید. در این قرار ملاقات کارمندان شماره تلفن و آدرس شما را تایید خواهند کرد. بعد شما با یک متخصص تغذیه یا نرس ویک ملاقات خواهید کرد تا قرار ملاقات را تکمیل کنید که مشابه به قرار ملاقات تصدیق مجدد است. بالاخره شما برای تکمیل کردن بازدید و چک اوت ادامه خواهید داد. درک تاریخ، زمان و نوع قرار ملاقات بعدی شما برای اطمینان از حمایت مداوم برنامه ویک بسیار مهم است. این به شما اجازه می‌دهد تا با آموزش تغذیه، مزایای غذایی و دسترسی به منابع با ارزش در مسیر درست باشید. و یاد داشته باشید هدف از برنامه ویک کمک به شما و خانواده‌تان در صحت و سلامتی می باشد. در ارتباط بودن به پروگرام ویک و اشتراک در ملاقات‌هایتان می توانید بیشترین مزایا را فراهم شوید. اگر شما نیاز به تنظیم مجدد ملاقاتتان دارید یا هر نوع سوال دارید، با تماس گرفتن با کلینیک ویک محلی تان دریغ نکنید. آنها خوشحال خواهند شد که به شما کمک کنند.